پایگاه هوایی بلبک و کشتی فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در کریمه به دست افراد مسلح طرفدار روسیه درآمد. قدرت‌نمایی روس‌ها در کریمه، گریونا به روبل رسید. افراد مسلح همراه با خودروهای زرهی آخرین پایگاه‌های اوکراینی در کریمه را هم تصرف کردند. اوکراین حدود 18,000 نیروی نظامی در کریمه داشت که ظاهراً به جز 2,000 نفری که به اوکراین برگشته‌اند بقیه به روسیه ابراز وفاداری کردند. 147 یگان نظامی، 54 یگان از 67 یگان نیروی دریایی اوکراین شامل 8 شناور و زیردریایی زیر پرچم روسیه رفتند. افراد مسلح طرفدار روسیه کشتی فرماندهی اوکراین در کریمه را در اختیار گرفته و پایگاه هوایی بلبک را به تصرف خود درآوردند. اما ساکنان کریمه شادمان از تأیید رسمی الحاق کریمه به روسیه در تلاش برای تبدیل گریونا واحد پول اوکراین به روبل روسی اند و برای این تبدیل و تغییر جلوی بانک ها صف کشیدند. اکثریت شهر دونتسک در شرق اوکراین هم خواهان الحاق به روسیه است. چند هزار هواخواه روسیه در دونتسک با تجمع در برابر مجسمه لنین در حمایت از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده این کشور تظاهرات کردند و فریاد روسیه سر دادند. یانوکوویچ رئیس جمهور مشروع این کشور است. او قطعا میتواند کمک کند. به همین علت ما برای اولین بار از پوتین و روسیه تقاضای کمک میکنیم و از یانوکوویچ نیز کمک میطلبیم. حال ساز جدایی طلبی شرق و جنوب اوکراین هم دغدغه غربی ها شده است. اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که از کیف به دونتسک رفته بود با مخالفت روس زبان ها مواجه شد. ما درباره نگرانی از آنچه که بر سر کریمه آمده و ممکنه برای دیگر مناطق اوکراین نیز اتفاق بیفته گفتگو کردیم. تیمی از سازمان ملل و اروپا به زودی وارد اوکراین میشه. این تیم تصویر روشنی از ناآرامی‌ها و تحولات اوکراین در اختیار اروپا قرار خواهد داد. سازمان همکاری و امنیت اروپا گفته ناظرانش را به اوکراین میفرستد و روسیه هم موافقت کرده، ولی گفته کریمه از این مسئله مستثناست. اروپایی ها هم این موضع را قبول نکرده و گفتند پذیرش استثنایی کریمه به معنای تأیید جدایی کریمه است. حال لاهه هلند که فردا میزبان سرانی از کشورهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا در نشست امنیت هسته‌ای است، فرصتی برای بحث بیشتر درباره اوکراین خواهد بود. دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره اوکراین فردا نیز خبر خواهد داشت.